محمد و جواد یه روز اینجا نشسته بودن که فیلم نگاه بکنن که محمد هرچی فیلم پیشنهاد میکرده جواد سرش تو بازن گوشش بوده و اصلا توجه نمیکرده تا اینکه جواد بیاد تلویزیون رو روشن بکنه یه دفعه با کنترل میزنه پورتال باز میشه و پشمای جفتشون میریزه. جواد بده من ببینم چی زدی بیامون انداختی تو خونه من چه میدونم اینو زدم این باز شد اینجا به من چه ربطی داره. و خلاصه این دوتا اسکولم تصمیم میگیرن که برن توش ببینم چه خبره و دوباره که میان برگردن خونه محمد زارت پورتال پوفیوز بسته میشه که مجبور میشن همونجا تو بیابون به راهشون ادامه بدن و همینطور که تشنه و گوشته داشتن به راهشون ادامه میدادن جواد یوهو میگه ای محمد نگاه نوشابه بریم بخوریم بریم بخوریمش. و همین که میرن بخورنش محمد میبینه پپسی بوده. پپسی؟ جواد یعنی چه فرقی میکنه خب؟ دقیقا پپسی خب فرقی نمیکنه اینا با هم. بابا چیکار میکنی خب یه ذرهش میذارش من بخورم. من تبلیغ شوشا کنم. تبلیغ چی آخه ما الان اینجا میمیریم من تشنگی. هیچ وقت به نوشابه خیانت نکن. من با کلم زمین به چخ رفت. و دوباره که داشتن میرفتن یه نوشیدنی دیگه هم میبینن و میرن سمتش ولی میبینن شیشه شور ماشین بوده. یه خورده جلوترم یکی دیگه میبینن و سراغ اونم که میرن میبینن مواد شوینده بوده. اینا چیه وسط بیابون خدایی؟ بعد مدتی هم جواد میشه محمد نگاه کن نوشابه شوشا. نه بابا این پپسی داره ادای شوشا در میاره. ولش کن بریم بابا. و خلاصه اینقدر میرن که بالاخره محمد یه لیوان آب پیدا میکنه و همون موقع یه زنبور پدر زنبور پیداش میشه و محمد زرت لیوانش شوت میکنه رو زمین. محمد ریدی تو آبمون که چیکار میکنی؟ میدونم اشکال نداره آب حبیب خداست. عوضش ببین من ایچیه از این کنترلا دارم دستی. این همه وقتی همراه تو بوده؟ آره بابا کجاشو دیدی به من میگم محمد اشکول. یس آره حال کردی آب میخواد چیکار بابا؟ دمت کم محمد حالا بیا بریم راحت بشیم دیگه. آره بابا گور بابا این کنترل زیقی. ولی همین که پورتال رد میشن میبینن بد گنده زدن و حالا وارد یه صحرای بی آب و علفتر هم شدن که شطور هم اونجا قدم نمیزنه حتی و چون محمد اشکول کنترل رو شوت کرده بوده اونور دیگه راه برگشتن هم حتی نداشتن و باید دوباره تشنه و گشنه به راهشون ادامه میدادن. یعنی سگ تو مغزتون واقعا. خداحافظ.